آقا میدونید این خورشید که پشتش به ماست اگه یه روز نابود شه چه بلایی سرمون میاد؟ تمام هر چیز زمین اینا رو، درخت اینا رو، کوها رو میسوزونه. اگه خورشید نابود شه همه زمین نابود نمیشه، بلکه فقط اون قسمتی که به سمت خورشیده که به فنا میره، اما بقیه جایی که پشتشون به خورشیده فقط دماشون میره بالا که بعدش همه جا تاریک میشه و اونا میتونن زندگی کنن، اما به سختی. انسان ها میتونن خودشون رو به زیر زمین برسونن و با انرژی داخل زمین زندگی کنن. همین حالاش هم زمستونا توی ایسلند بعضیا دارن این کارو انجام میدن. اما اگه خورشید نباشه دیگه هیچ گل و گیاهی نداریم و ما هم دیگه نمیتونیم چیزی بزنیم و دچار کمبود ویتامین میشیم و هی باید قرص بخوریم. زمین هم عین توپ فوتبال اینور و اونور میره و قل میخوره. یه هفته بعد از انفجار خورشید دمای زمین به منفی 18 درجه میرسه و بعد یه سال به منفی 100. یعنی عملاً باید بریم تو زیر زمین، بیرون هم نیاییم. تو این شرایط اقیانوس‌ها یخ میزنن و بعد از 1000 سال هم کل زمین یخ میزنه، در نهایت میشکنه. پس واسه همین بشر تا اون موقع باید به دنبال یک محل سکونت دیگه باشه، یه چیزی مثل خونه‌های فضایی. البته خورشید یهویی به فنا نمیره، بلکه خیلی آهسته و پیوسته این اتفاق میفته و تو این اتفاق چندین سیاره دیگه هم به وجود میاد. واقعا خیلی برگزونه، اما نگران نباشید. دانشمندا گفتن که تا اون موقع 5 میلیارد سالی مونده، ما نیستیم، خیالمون راحته. با خیال راحت میخوابیم، شیرمزمون رو میخوریم، دور دورمون رو میکنیم، یه لایک هم میزنیم. و اگه یهو پاشو دید خورشید نبود بگید که چیکار میکنیم. خورشید میچرخه، آدم کدام کنه چه زمین میچرخه.